دوستان عزیز، با تشکر از دعوت شما، برنامه هایی که ما شروع می کنیم از امشب برنامه هایی هست راجع به حضرت عبدالبها، زندگی حضرت عبدالبها، آثار حضرت عبدالبها، یا به طور کلی حضرت عبدالبها رو از جنبه های مختلف بتونیم بهتر و بیشتر بشناسیم. اجازه بفرمایید عرایز خودم رو از یک حکایت تاریخی شروع کنم. اون این است که وقتی خبر درگذشت یا به قول بهاییان صعود است با الله در سن 75 سالگی، یعنی در سال 1892 به ایران رسید این خبر. بعضی از بازاریان از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدند و در بازار تهران شیرینی پخش می‌کردند. خبر خوشحالی و شیرینی پخش کردن این بازاریان به گوش ناصرالدین شاه میرسه. ناصرالدین شاه کسی که دشمن قسم خورده بهاییان بود، از این خبر پخش کردن شیرینی بسیار ناراحت میشه و میگه برای کسی که پسری به نام عباس افندی یا عبدالبها تربیت کرده، برای چنین شخصی شیرینی پخش نکنید، شادی نکنید، چرا که عبدالبها باعث افتخار ایران و هر ایرانی بوده و دستور میده که فوراً این کار رو تعطیل کنند. ما میدونیم که حضرت عبدالبها در سن 9 سالگی به همراه خانواده خودشون به دستور حکومت ایران به خارج تبعید شدند و 68 سال از عمر خودشون رو در خارج از ایران به اجبار زندگی کردند تا اینکه در سن 77 سالگی در شهر تبعیدی حیفا که در اون موقع جزو قلمرو عثمانی بود، در سال 1921 درگذشتند. به عبارت دیگه فقط 9 سال در ایران زندگی کردند. خاطرات این دوران کودکی 9 ساله در ایران جز رنج و درد و گرفتاری چیز دیگه‌ای نبود فی الواقع. ولی چنان عمل کرد که شخصی که باعث این تبعید شده بود، یعنی خود ناصرالدین شاه، چنین به خوبی از حضرت عبدالبها یاد میکنه. سوال این است که چرا و چگونه عبدالبها چه گفت و چه کرد در طول این سالها که اینطور دشمن او از او یاد میکنه؟ به عبارت دیگه عبدالبها کیست؟ علت این که عرایز خودم رو امشب از این حکایت تاریخی شروع میکنم و پله اول و مقدمه مطالب دیگه رو بر این واقعه تاریخی قرار دادم این است که تاریخ دانستن، دوستان عزیز، بسیار مهم است، ولی از اون مهمتر درک و فهم تاریخ است و حتی از اون مهمتر از درک و فهم این است که بیاموزیم که چگونه تاریخی بیاندیشیم. منظورم از تاریخی اندیشیدن یعنی از تاریخ بیاموزیم که چگونه در زمان حاضر از آنچه که گذشته استفاده کنیم تا بتونیم حال و آینده‌ای رو برای خود و دیگران بهتر بسازیم. تاریخی اندیشیدن یعنی بتونیم گذشته رو تحلیلی نگاه کنیم. تاریخی اندیشیدن یعنی بتونیم به چرایی و چگونگی اتفاقات بهتر پی ببریم. تاریخی اندیشیدن فی الواقع یعنی وقایع رو در بستر تاریخی نگاه کنیم تا بتونیم بهتر بفهمیم. دوستان عزیز، از تاریخ همینطور باید نتیجه بگیریم، نتیجه‌ای که در هر زمان حال به درد کار آن روز ما بخوره و چراغی باشه برای راهگشایی حال و آینده ما تا جامعه‌ای بهتر برای خودمون و دیگران بتونیم بسازیم. مثلا از تاریخ بیاموزیم که چرا عبدالبها شد و چرا دشمن قسم خورده او
یعنی ناصرالدین شاه قاجار، بعد از سالها دشمنی اینطور از او یاد میکنه و چرا عبدالبها برای بسیاری الگوی زندگی یعنی رول مدل یا مثل اعلی شدند. از عبدالبها رو میتونیم از دو جنبه مورد دقت و بررسی قرار بدیم. یکی به عنوان یک شخصیت روحانی و الگویی برای زندگی با عنوان مثل اعلی که بهائیان مطرح میکنند، و جنبه دیگه از دیدگاه پژوهشگرانه و مستقل میتونیم حضرت عبدالبها رو ایشون رو قدری بهتر بشناسیم. یعنی شخصی متفکر و اندیشمندی روشنفکر که مروج حقوق بشر در ابعاد مختلف بودند. برای رسیدن به چنین هدفی باید زندگی، آثار، نوشتارها، فعالیتها، خدمات، سفرها و اندیشه های او رو بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم که در یک سری از برنامه‌های این زوم در این مسیر سعی خواهم کرد که مطالب رو بیشتر توضیح بدم. حضرت عبدالبها کسی بودند که در عمر خود هیچ مدرسه‌ای نرفته بودند، ولی بیش از 38,000 اثر از خود باقی گذاشتند و صدها سخنرانی در مجامع مختلف در اروپا و امریکا ارائه دادند که در فرصت‌های آینده با جزئیات و محتوای اون خواهم پرداخت. بعد اشاره کنم همینجور در سفر به امریکا در سال 1912 در 5 دانشگاه سخنرانی کردند. در دانشگاه‌های معتبری مثل دانشگاه استنفورد صحبت کردند که دکتر جردن در اون موقع رئیس دانشگاه بود و به احترام حضرت عبدالبها کل کمپس دانشگاه رو تعطیل کرد و همه استادان و دانشجویان رو به سخنرانی حضرت عبدالبها دعوت کرد و بیش از فی الواقع 1000 استاد و دانشجو در اون برنامه سخنرانی حضرت عبدالبها شرکت کردند که در یک جلسه دیگه‌ای بنده به تجزیه و تحلیل اون سخنرانی خواهم پرداخت. البته غیر از دانشگاه استنفورد، حضرت عبدالبها در دانشگاه دیگه‌ای هم سخنرانی کردند مثل کلمبیا یونیورسیتی در نیویورک، دانشگاه کلمبیا، یا هاوارد یونیورسیتی یا کلارک یونیورسیتی، و همینطور در سفر دوم به اروپا در دانشگاه معروف آکسفورد در شب سال نو مسیحی یعنی در 31 دسامبر 1912 هم سخنرانی کردند که باز در جلسه دیگه به او خواهم پرداخت. غیر از این نکات که خدمتتون عرض کردم، بیش از 358 روزنامه مقالاتی در مورد حضرت عبدالبها چاپ کردند که اکثر اونها در حال حاضر موجود است که باز من به اون خواهم پرداخت. اجازه بفرمایید که نکته ای رو اضافه کنم و اون این است که یکی از راه‌های شناخت هر فردی یکی مطالعه دقیق ابعاد مختلف زندگی اون شخص هست، چرا که زندگی شخص مهمترین اثری هست که از خود به جای میگذاره. و راه دوم برای شناخت هر فردی مطالعه و دقت در آثار نوشتاری و گفتاری فرد هست، یعنی کتاب‌ها، الواح، خطابات و مکاتیب یا نامه‌ها که بنده به اونها خواهم پرداخت. حضرت عبدالبها بعد اضافه کنم که شخصی بودن مدرن، روشنفکر، روشنبین و تجددگرا و در پی تغییر افکار و ایجاد یک فرهنگ جدیدی بودند، با فرهنگی با تار و پودی اخلاقی و روحانی، فرهنگی که جهان کنونی واقعا به اون نیازمند هست. به عبارت دیگه از عبدالبها افکار و اندیشه های متجددانه و امروزی داشتند. ایشون صحبت از این می کردند که امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید. چون عرض کردم که ایشون شخصی متجدد بود، شاید بد نباشه اشاره‌ای بکنم که اصلا تجدد چی هست.
تجدد به یک اعتبار یعنی با مردم زمانه معاصر شدن. همینطور تجدد یعنی به همه چیز معنی جدید دادن. تعریف جدید به پدیده های قدیمی دادن. تجدد یعنی تغییر و تحول و نو شدن و ما میدونیم که برای هر تغییری در دنیا و جامعه زمینه فکری و فلسفی لازم است و زندگی و آثار حضرت عبدالبها چنین زمینه هایی رو فراهم میکنن. مثلا در یکی از گفتارهای حضرت عبدالبها در پاسخ به روزنامه‌نگاری در نیویورک که از ایشان سوال میکنه که چرا به امریکا سفر کرده اید، حضرت عبدالبها پاسخ میدن که من آمدم تا تمدن الهیه را ترویج نمایم. برای این کار یعنی برای ترویج در ساختن یک تمدن الهی ما باید توجه به دو اصل داشته باشیم. اصل اول ایجاد یک پیش زمینه فکری هست، یعنی ارزش‌ها و نظام ارزشی جدیدی داشته باشیم که بر اون مبنا این تمدن الهیه و فرهنگ جدید اخلاقی و روحانی ساخته بشه و پیش زمینه فکری که وجدان اخلاقی ستون اصلی اون باید باشه و اصل دوم همگانی یا جهانی بودن اون هست، یعنی محدود به یک کشور و یا یک منطقه نباشه و همه مردم جهان رو در بر بگیره. و این یک مسیری هست دوستان که همه باید در اون مورد بیاموزیم و آگاهی پیدا بکنیم و هم همت و تلاش خیلی جدی در این زمینه بکنیم تا بتونیم در این مسیر موفق بشیم و به نتیجه برسیم. و از عبدالبها با آثار خودشون، نوشتارهای خودشون این آگاهی لازم رو به ما ارائه میدن. نکته‌ای که باید در ضمن اشاره کنم شیوه نگرش از عبدالبها هست که بسیار قابل توجه است. از عبدالبها با شیوه علمی به مسائل روز نگاه میکردن و همه رو به این کار هم تشویق میکردن. مثلا در سخنرانی دانشگاه استنفورد از جمله به این مسئله خیلی تاکید کردند و نگاه جدیدی به بسیاری از مسائل داشتن. مثلا اظهار میکنن که دانشگاه، این نکته بسیار جالبی است، فرمان دانشگاه که مرکز یادگیری علم هست مهمتر از هر مرکز دینی هست. از جمله مطالب دیگه که در این دانشگاه استنفورد در سخنرانیشون عنوان میکنن این است که مثلا علم بر اساس تحقیق و تفحص بنا میشه و همین اصل رو بنای دین قرار میدن. باید در ضمن اضافه کنم که حضرت عبدالبها فی الواقع به گمان بنده لااقل بنای یک رستاخیز یا رنسانس اندیشه را گذاشتن. رستاخیز اندیشه پایه و اساس همه رستاخیزها هست، چون همه چیز از فکر و اندیشه ما سرچشمه میگیره. باید اضافه کنم که به گمان بنده همانطور که اندیشه ها و افکار سهروردی مثلا پایه و اساس رستاخیز فلسفی در شرق بود و یا همینطور که رستاخیز زبان فارسی رو ما از فردوسی میدونیم، رستاخیز در اندیشه و شیوه اندیشیدن رو که ستون اصلی فرهنگ دوستی و اتحاد و یگانگی هست رو به گمان بنده از حضرت عبدالبها است که مهمترین اصل اون جنبه جهانی بودن اون هست و استخوان‌بندی اون در یک کلام ایمان است که لازمه این ایمان واقعا یک اصلی است که لازمه جهانی بهتر ساختن است.
در حقیقت فردوسی زبان فارسی رو نجات داد و سهروردی فلسفه ایران باستان رو نجات داد و حضرت عبدالبها پایه نواندیشی جهانی رو بر مبنای بیداری وجدان اخلاقی هم مطرح کردند و هم اجرا کردند که بنده به جزئیات اون خواهم پرداخت در جلسات آینده. بر اثر فی‌الواقع این نواندیشی‌های از عبدالبها بود که پروژه‌های بسیاری از حرف عمل اومد، مثل تشکیل بیش از 50 مدرسه مدرن در ایران که خود شاه فقید ایران با 2 خواهرش به این مدارس میرفتن. البته برای همه عموم آزاد بود، بنده توضیحات بیشتری در این مورد خواهم داد. یا دیگه از فعالیت‌های از عبدالبها در تأسیس بیمارستان صحت باید ذکر کنم، دیگه تأسیس درمانگاه‌های مختلف، دیگه تأسیس اولین outpatient clinics در ایران توسط از عبدالبها انجام شد که البته به 3 رسید. دیگه تأسیس اولین مدرسه برای کمک پزشکان یا به عبارت دیگه School for Physician Assistant. دیگه تأسیس مدرسه پرستاری بود، نرسینگ اسکول، از طرف عبدالبها در ایران درست شد. و دیگه تأسیس اولین خانه سالمندان توسط عبدالبها در ایران درست شد، یعنی نرسینگ هوم. دیگه کنار گذاردن خزینه و تأسیس اولین حمام با دوش در ایران رو باید ذکر کنم. دیگه پرورش تعلیم و تربیت زنان رو در صف اول اقدامات خودشون همیشه قرار میدادن. دیگه تأسیس و ترویج اصول دموکراسی در ایران رو ترویج میدادن، مثل مشورت در جامعه، تشکیل محافل شور و مشورت. در تأسیس و ترویج اندیشه برابری زنان و مردان در اون زمان بسیار مهم بود. حتی در این زمینه هم از عبدالبها فعالیت‌های زیادی داشتند. در حال حاضر ما میدونیم که سازمان ملل متحد در وبسایتش اگر نگاه بکنید نزدیک به 200 کشور که ثبت شده، 50 کشور رو در میان اونها میبینید که صحبت از این میکنن که زنان رتبه و مقام کمتری از مردان دارند و در قرن 21 هست این آمار، ولی نزدیک به 1.5 قرن پیش از عبدالبها ترویج برابری نژادی و زنان و مردان رو میکردن و تا تشکیل اولین کنفرانس نژادی در دنیا رو توسط از عبدالبها انجام شد، یعنی ریس یونیتی کانفرنس. همجوری که باید همطور اشاره بکنم، از عبدالبها واقعا یک اندیشمندی بودند که نقادانه فکر میکردند و به نقد اندیشه های مادیگرانه غربی بسیار پرداختند. به ما آموختند که فی المثل طالب شمس حقیقت باشید، از هر افقی طالع شود، و طالب رائحه طیبه باشید، از هر گلی انتشار یابد. معنی سادهش یعنی که تعصبات رو کنار بگذارید، پیش‌داوری ها رو کنار بگذارید. حضرت عبدالبها باید اشاره کنم همینطور که اولین ایرانی بودند که برای پیشبرد اهداف اخلاقی به غرب سفر کردند. بنده چک کردم کامل. و اولین ایرانی بودند یا اولین فرد واقعا در جهان شاید بودند که پیام ایشون پیام جنبه جهانی داشت. ما باید با اندیشه های از عبدالبها آشنا بشیم و مهمتر از اون به شیوه اندیشیدن از عبدالبها باید آشنا بشیم. برای همین ما باید بیاموزیم که تاریخی بیاندیشیم. باید اشاره کنم در ضمن که خطابات از عبدالبها چند اصل نمایان هست. جهانبینی از عبدالبها رو ما میتونیم ببینیم که نه شرقی بوده نه غربی. از عبدالبها دنبال روی سنت های قدیمی نبودند، سنت شکن بودند. در واقع
و ماده پرستی و سنت پرستی رو نقد می کردند. بسیار مفصل است در این زمینه ها بحث کردن و فی الواقع اجازه بدید که توضیحات بیشتری رو در جلسات آینده خدمت شما عرض بکنم.